یا رپ تاجیکستان. آقا خیلی خوش اومدیم به کانال مهولد. امروز دوباره اومدیم سراغ یه رپ تاجیکی خفن دیگه. امروز هم موزیک ویدیو داریم، موزیک ویدیوی اوهو اگه اشتباه نکنم از آرتیستایی به اسم که اسمشون یکم سخته واسه من، سیوان فیت بستر یا بستر فیت ایدی ایکی دیلووار اگه اشتباه نکنم با اوکسی اگه اسمشون رو درست بگم. اومدیم واسهش ببینیم که چیکار کردن بچه‌ها. ویدیو هم از کانال سیوان تی جی آپلود شده، بریم ببینیم که چیکار کردن بدون معطلی. آقا لیتس گو. کار احساسی ها. خب آقا بستر هم این آقا هست، دیلوور هم این آقا هست، سیوان هم ایشونه. اوکی چه فاز ملودیای هندی به من داد یه دفعه. خب صدایی داره. خوندم یک ارزنده‌ای برای کشتنی صد مجنون تو بسنده‌ای. چه سوزی داره صداش به قولی، چه صدای خوشگلی داره. کیه ایشون؟ اولی کیه این آرتیست؟ بستره به ترتیبه. عبارت بیشتر خوندم یک ارزنده‌ای برای کشتنی صد مجنون تو بسنده‌ای. مانندت نیافتم در این باغی ایران. من خور شدی تو موندی دوغه در دیوان. تو هندی به بندرعباسی میگه تو اومدی به بندرعباسی همچین چیزی میشه. بعد چجوریه که مثلا بیشتر من توجه کردم مثلا لهجه تاجیکستانی، بعد مثلا لهجه دری هم اینجوریه که مثلا سمت جنوب ایران مثلا یه خورده تطبیق دارن با هم دیگه. یعنی یه سری لفظا انگار از جنوب کشور اومده یا از مثلا تاجیکستان و دری وارد مثلا جنوب ایران شده. خود عجیبه واسم. بندت نیافتم در این باغی ایران. من خور شدی تو موندی دوغه در دیوان. Teraz bym muraszka po всему телу мурашки. Бью дилма наш комаром нарезанную машгую. Нами кандарашку, нами парамидяш. Дальше почаще, мы кушать почаще. چقدر خوشگل بود اینجاش. این کی بود؟ Мурашки, бью дилма наш комаром нарезанную машгую. Нами кандарашку, нами парамидяш. Дальше почаще, мы кушать почаще. آقا من یادم رفت نور رو بزنم. بزن تا اینجا سری من نور رو بزنم آجی. الان فکر کنم بهتره ها. بریم. وای خیلی ملودیاشون سوزناکه حاجی. مثلا خیلی خوشم میاد دوتا کلمه که پشت سرم دیگه سری تکرار میشن. هست اصلا ببین خیلی خفن بود اینجاش. کیان اصلا با یکاش اسم آرتیستا رو بگین حتما به ترتیب بهم. زیمستی شیشه هم رو شکستم. آنچنان مستم به کشتی دریا میروم. آنچنان مستم که با کشتی به دریا میروم. آنچنان مستم به کشتی دریا میروم. یا به عشقت میرسم یا غرقی میشوم. سوزون در کشت قلب
وای آقا من خیلی وایب این موزیکو گرفتم، دارم احساس نمیشم دوباره. با اینکه ببینید که مثلا 80% حرفاشون رو نفهمم، ولی ملودی با آدم حرف میزنه، موسیقی کلا با آدم حرف میزنه. الان من میگم 80% نفهمیدم ولی تحت تاثیر قرار گرفتم آجی. میرسم یا غرقی میشوم نسوزون نکش قلب درد و زور چشمون به دور و این تیزو یک دیداری روی کارسش خداست. بوکی جامه دوی به آقا به. تبریک میگم به بچه تاجیکستانی، همچین آرتیست های خفنی دارین آقا. به سفره با کی هم سفری. به آقا به فوق‌العاده بود این ترک. اوکسی بود یا اوهو بود؟ اینجا نوشته اوهو سمت یعنی تایتل موسیقیش، ولی داخل خود اکولایزر نوشته بود که اوکسی. حالا نمیدونم اسم ترک اصلیش چیه، ولی هرچی بود که خیلی خفن بود آجی. امیدوارم که شما از ویدیو خوشتون اومده باشه و تا انتهای ویدیو با من بوده باشین و اینکه مطمئن باشین سابسکرایب میکنین که امروز کلی ویدیو ریاکشن به موزیک و اتفاقات تاجیکستان داریم. تا آخر شب کلی ویدیو قرار آپلود کنیم و از ویدیو جان نمونید آقا. مرسی فعلا.